ابتدای کار سیر و پیاز رو داخل ظرف ریخته و اون رو سرخ میکنیم. و کمی زردچوبه با آن اضافه میکنیم. اول سبزیمون رو بهش اضافه میکنیم، میذاریم کمی سرخ بشه و بعد به اون کمی رو اضافه میکنیم برای خوش رنگ تر شدن غذا. در این مرحله تمر هندی صاف شده و چوب دارچین رو اضافه میکنیم. مقدار نمک مورد نیاز برای غذا بستگی به شوری تمر هندی داره. اجازه میدیم سسمون به جوش بیاد، بعد روی اونو آب میریزیم تا سطح روی سبزی‌ها، نمیذاریم زیاد دقیق بشه. حالا خورشمون رو روی شعله ملایم به مدت نیم ساعت میذاریم کاملا جا بیفته. تو این مرحله فیله های ماهی رو داخل تاوه سرخ میکنیم. عزیزان توجه داشته باشین ماهی حتما بدون استخوان باشه. عزیزان اگر ماهی تازه در دسترس نبود میتونید جایگزین اون تون اضافه کنید یا میگو سرخ شده. بعد از اضافه کردن ماهی به داخل خورش اجازه میدیم به مدت 10 دقیقه خورش ما جا بیفته و مزه ها با هم ادغام بشن. عزیزان بعد از اضافه کردن ماهی داخل خورش به هیچ عنوان اینو هم نمیزنیم، به خاطر که ماهی ترده و خرد میشه. غذای ما آماده شد. قلیه ماهیمون با برنج سفید سرو میشه. امیدوارم خوشتون بیاد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.